خدا درود و وقتتان بخیر. به تازه ترین خبرها از خراسان اینترنشنال خوش آمدید. یک دختر 16 ساله در تخار خودکشی کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار میگویند که یک دختر نوجوان در ولسوالی اشکمش این ولایت با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. این دختر 16 سال سن داشت و صبح امروز در مرکز ولسوالی اشکمش خودکشی کرده است. ملال المحمد زرقاوی ولسوال طالبان برای اشکمش علت خودکشی این دختر را خشونت‌های خانوادگی خوانده است. موارد خودکشی اخیراً در برخی از ولایت‌ها افزایش یافته است. خشونت خانوادگی و فشار روحی ناشی از وضعیت بد اقتصادی از عوامل خودکشی در کشور دانسته می شود. کمک نقدی به افغانستان تا کنون 921 میلیون دلار به کابل رسیده است. بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده است تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی خارجی افغانستان منجمد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین المللی مسدود شد. این محدودیت بحران نقدینگی را در پی داشته و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان شد. اما به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده است که دولت بایدن با رهبری طالبان روی مکانیزمی کار می کنند که به افغانستان اجازه می دهد تا از ذخایر بانک مرکزی خود برای مقابله با بحران شدید گرسنگی استفاده کند.